امروزها در سامانه‌های اجتماعی همه خود را شاعر و نویسنده گرفتند. اصلا پرچمبرداران این فعالیت کسانی هستند که حتی در سرشان حرفی ام موجود نیست، اما در سامانه‌های اینترنتی کورکورانه خود را به سواد تراشیده مثل رقاصه 10 شوهره جلوه می‌کنند. شعور این قبیله انسان‌ها پس بوده در اروپا همچون گدا بودن را والاتر و بالاتر از میهن و مادر و پیوندان می حسابند. اینها از گروه فریب خوردگان اند که با برآمدهای تحریزی شده همه روزه در فضای اطلاعاتی مردم را به گمراهی دعوت می نمایند. اما آنها به خبر از آنند که امروز مردم شرفمند جمهوری تاجیکستان سفید را از سیاه فرق نموده مقصد این خائنان را الکی پی برده اند. اینها را می توان ماهیچه های فتنه خواجگانشان نامید. نیرنگ ایشان هم در صحیفه های اجتماعی به خاطر عیش و عشرت و اجرا کردن میسیه‌شان است. اگر شما شیطان صفتان نقشه و برنامه درست می داشتید تا به این دم دست به اغوا و فتنه نمی زدید و فرزندان مردم را قربان هدف های ناپاک خود نمی کردید. از سوی دیگر به اندیشه این جانب از اثر خطر فتنه انگیزه شما بر اینها امروز ساعت به ساعت برای مردم تاجیک از سرایت و خطر کرونا دیده بدتر است. اگر کرونا انسان را جسما نابود کند، شما روحاً جامعه را به فنا میبرید و به شبهه به این مقصد و مرام خود هرگز